سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من محمد اکسمنس هستم و خیلی خوشحالم می‌بینم. بچه یک، اگه ببینیم بچه صورت من اینجوریه واسه ویدیو قبلیه که عکسش اینجا براتون میذارم، حتما بریم ببینین که دیگه رفتیم تتو زدیم و خلاصه این داستان. بچه امروز اومدیم بچه واسه یه 7-8 نفر از دوستان، یعنی 7-8 نفر از دوستان به من چالش های گوناگونی به من میدن که من برم انجام بدن. یه نوع جرأت به من میدن که من برم 100% انجام بدم. بریم سراغ بچه ها. اولین خب بچه حتما این ویدیو بچه تا آخرش نگاه کنین چون خیلی قراره بلا سر من بیاد. بچه خب بچه اولین نفری که به من چالش داد کسی نیست جز امیرعلی که دیگه شماره 1 بود و به من گفت آب لیمو بخور. نفر اول من گفت آب لیمو بخور و خیلی بچه های زیاد، چون بچه هیچ کدوماشون به این چیزا که من گفتم هج نگفتم و میانگی میخورم دیگه. نه خیلی نه خیلی کمه نه خیلی زیاده، نه میگم این خیلی زیاده، نه کم میخورم نه زیاد، متوسط. اوکی بچه خوردم جد بس زدی. بچه تمومش کردم، 4 تا قطره بود ازش، تمومش کردم. وای قرار بود تا تش نخورم و خیلی سرم. خب بچه نفر بعدی که قربونش برم خیلی خفنه کسی نیست جز علی. بله یکیش امیرعلی بود یکیش علی که من گفت اصل نمیدونم چه چیزی داشتیم جرأت نیست. خب اصل دوست دارم، همین کاسه آوردیم بخوریم. فقط یه چیزی بچه اینو فکر نکنم به هم بسازه و شب قراره آره دیگه به تلکم فکر کنم. حالا تو اینم از دومی که اصل بودم. خب این سراغ سومی که کسی نیست جز آقا مهدی. نه همینجور دارم بچه مسخرش کنمش بگم آقا مهدی که من گفت فلفل بخور. نه فلفل نه معلومه نه پودر فلفل قرمز. خب بیزم دستم یه ذره است. خب نه بچه میبینی نمیدونم چرا معلوش بخور. قرمز شد زبونم. دهنت سرویس بعد چیزی گفتی. خب بچه این سومیش بود. داره بچه سومین نفر مهدی که گفت فلفل بخور. خیلی مهدی دهنت سرویس خودش دمت گرم. وای بچه 4مین نفر من گفت که روغن مایه بخور. روغن من معلومه نه بریم بخور. ای خواهی تو سرت کسی که گفت 4می هم بچه ها گفت که اسمشو نگم نمیدونم برای چی. بچه 5 نفر دیگه بریم تمامش کنیم. علی اصغر که من گفت نمک بخور. نمک نه چرا بچه یکم نمک من معلومه معلومه دیگه اینه بریم بخور. زیاد بد نبود نمکه. خب بچه مرسی که تو اینجا ویدیو همراه ما بودین.
اگه اینجور ویدیو دوست داری حتما تو کامنت بگین و تا یه ویدیو دیگه فعلا گود بای.